در قدم نخست 24 اسد استقلال پیروزی مردم افغانستان را به تمام مردم افغانستان مبارکباد میگم، خصوصا به امارت اسلامی افغانستان و مجاهدین ما از صمیم قلب مبارکباد میگم. در واقعیت انشالله که ما در صلح و صفا زندگی میکنیم دیگه. خصوصا بازم میریم برمیگردیم سر ورزش. فدراسیون کونگ افغانستان به همه معلوم است که دستاوردهای خیلی زیاد داشته، خصوصا در 5 سالی که امارت اسلامی افغانستان است. دیگه ما در یک فضای صلح و امنیت با یک دل بسیار جمع دیگه میتونیم که ورزش خود ادامه بدیم. ولایت بلخ همیشه در عرصه ورزش دست بالایی را داشته. بازم از ریاست المپیک و تربیت بدنی افغانستان هم در عرصه ورزش همیشه با تمام ولایت همکار همگام بودن دیگه. در صلح و صفا انشالله که ورزش پیش میره.